بسم الله الرحمن الرحیم. درس امروز ما ستون فقرات یا ورتبرال کالوم. البته اگه باید باشه که ما اسکلت محوری را به سه بخش تقسیم کرده بودیم. بخش اولش اسکال بود یا جمجمه، بخش دومش ستون فقرات بود یا ورتبرال کالوم، و بخش سومش که دو بخش دیگه شامل میشه، یکیش ریبس یا قبرقه و دیگهش استخوان استرنوم. دو بخش البته ما خوانده بودیم. یک بخش ما البته خوانده بودیم که اسکال است. گفتیم اسکال چند استخوان داره، کدام استخوانش چی نام داره، در کرانیوم یا در قفص چند استخوان است و در روی چند استخوان است. اینو ما گفتیم. امروز که ما میخوانیم بخش دومش ستون فقرات یا ورتبرال کالوم رو میخوانیم. ما ورتبرال کالوم یا ستون فقرات، ورتبرال کالوم یا ستون فقرات. پیش از این ما که ستون فقرات کلش توضیح بدم، یک تعریف باید به این داشته باشم. اینجا ما تیوری تشریح میکنم، باز ساعت سوم بخیر در عملی باز تشریح میکنم مردم. یک تعریف خود داره، یعنی ستون یک ستون عظمی بوده که بالای هم دیگه قرار گرفته، یک ستون فقرات جور کرده. یک استخوان بالای استخوان دیگه آمده، این ستون فقرات است. یه شما ببینید، یه رسایی کنید، یعنی از استخوان اصلا ساخته شده. یک استخوان دیگه استخوان دیگه، یعنی یک استخوان بالای هم دیگه قرار گرفته ستون فقرات را ساخته. ستون فقرات اینو با یک تعریف خود نوشته میکنیم برش. یک ستون عظمی بوده که بالای یک دیگه قرار گرفته و ستون فقرات را ساخته. ستون فقرات را چی کرده؟ ساخته. بدن انسان اصلا ما اول از تولد شروع میکنیم که چند ستون فقرات یا چند فقره داره. وقتی که یک طفل تولد می شود تعداد فقراتش زیاد می باشه. تعداد فقرات از اینا 33 عدد است. این از اطفال است یا نوزاد. مگر وقتی که کسی کلان می شود تعداد فقراتش کم می شود، 26 عدد می شود، این را میگه کاهل یا جوان. با چی دلیل؟ دلیلش میگم مرد. یعنی هر وقتی که یک طفل پیدا میشه تعداد فقراتش زیاد می باشه، مگر هر وقتی که یک کاهل می باشه تعداد فقراتش چی میشه؟ کم می شود. با کدام دلیل؟ با این دلیل که فقرات اطفال یا نوزاد ای جدا می باشه. یک فقره مرای فقره دیگه یا عظم دیگه فاصله می داشته باشه. بازی که کلان میشه این فاصله هم از بین میره و اسکلتم نشان میتم که کدام ساحات استخوان یعنی یک جای می باشه و کدامش باز جدا میشه. این اصلا ستون فقرات که است، این اصلا 5 بخش داره مکمل. بخش اولش به نام سرویکال گفته میشه. این را در کتابای تو نوشته میکنه. بخش اولش به نام سرویکال میگه. این را ما میگیم از 31 شروع تا به 37 است. یعنی 7 فقره را سرویکال به معنای گردنی است. یعنی 7 فقره ما در ناحیه گردن داریم. در کجا؟ در گردن. دومش ما میگیم توراسیک یا صدری. این ما داریم از 31 شروع میشه تا به 12. این صدری میگه، ناحیه صدری. این میگه ناحیه گردنی. صحیح شد؟ چند دانه شد؟ 12 داره؟ ایشون. دیگه چی است؟ دیگهش 5 دانه لومبر است. ناحیه کمر که شما میگین برش لومبر. این از L1 شروع میشه تا به L5 است. این در ناحیه کمر قرار داره که زیادترین بخشی شما جوانان مثلا کسایی که از درد ستون فقرات شکایت میکنه او کمر است.
این کمرم درد میکنه، کدش پایم درد میکنه، او زیادترین بخش از این ساحه است، لومبر است که فنج فقر است که اعصابش ما جدا میخوانیم یک روز بخیر. دیگه دانش که است چهارمش ساکروم است و بعد از باز کوکسیک یا کوکسیجیز است. ساکروم 5 دانه است. چند دانه؟ ساکروم 5 دانه است. اس یک شروع تا به اسپنج مگر فیوزد. این فیوز کلمه رو ما چرا نوشته میکنم میگم براتون بس. این شد چهارم. پنجم که است میگه کوکسیجز یا کوکسیس. پنجم کوکسیجز. این 4 دانه فیوزد است. یه که حالا حساب میکنم من، شما حساب کنین. 7 جمع 12 چند میشه؟ 19. 19 جمع 5 24. 24 جمع 5 29. 29 جمع 4 33 پره شد. عدد کایلان رو پره کردم یا نه؟ حالا حساب کنین. اطفال ببخشید. حالا حساب کنین. 7 جمع 12 19. 19 جمع 5 24. 24 جمع 1 25 جمع 1 26 پره کردم یا نه؟ اینی دوست خانه نیست، اینی 5 دانه که یکیش 4 دانه دیگهش. ای بوده کهولت کسی که کلان میشه طفولیت میره ای 1 دانه حساب میشه. 4 دانهش یک جای میشه، ای تو یک جای میشه، کلش یک جای میشه. باز اونجا نشان میدم که یک دانه حساب میشه جدا. با این خدا تعدادش کم میشه. این را فهمیدی؟ 26 دانه پوره شد. این بود ستون فقراتش. البته این از ناحیه گردن شروع میشه تا به آخری کمر. و این زیادترین وظیفه کی است که وزن تقسیم میکنه. وزن بدن نیست، این وزن که ور میداری، وزن که بالا میکنی، این تقسیم کردن وزن مربوط به ستون فقرات میشه. این که وزن بالا زیاد وزن بالا میکنی باز تکلیف به کجا پیدا میشه؟ در ستون فقرات پیدا میشه. از سر شروع میشه، این کلش مکمل مربوط به ستون فقرات میشه. این هم ستون فقرات. سرویکال، توراسیک، لومبر، ساکرال. این بخش ستون فقراتش بود. خلاص.